بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 185 مهندسی جهل رو آغاز می کنم. در این جلسه هم تلاش خواهم کرد که به لطف الله و تانره یک کتاب ترکی قدیمی تاریخی تخصصی و دست نوشته احتمالاً رو معرفی بکنم. کتابی که دیروز خوندیم به لهجه ترکی جغتای بود، ولی چاپی بود که در زمان احتمالاً سلطان عبدالحمید ثانی در عثمانی نوشته شده بود. 8 سال قبل از اینکه بر علیه عثمانی کودتا بشه این کتاب نوشته شده بود. کتاب بسیار جالبی بود و تعدادی از نویسندگان زبردست و شعرای زبردست ترکی رو در تاریخ معرفی می‌کرد و بر روی خصوصا درباره شخصیتی بسیار معروف به نام لطفی و دیوان اون رو معرفی می‌کرد. حالا امروز ببینیم که بر شانس امروز ما چه کتابی هویدا خواهد شد. دیوان لطفی و دیوان زکی ولیدی، سفرنامه ابن فضلان رو بخونیم ببینیم که این سفرنامه ظاهرا این هم چاپی هست. دوباره این هم چاپی هست، از همین خط اول میاد. انتشارات شرق، احتمالاً این در تهران باید باشه. سفرنامه، بذارید اول این رو کوچیک بکنیم در صفحه جا بگیره و بعد بتونیم این رو یک خلاصی ازش داشته باشیم. این کتاب ظاهراً در 178 صفحه PDF اومده که در هر صفحه PDF هم یک صفحه رو جای داده. کتاب دیروز در چاپ شده بود، در عثمانی چاپ شده بود و این کتاب در احتمالاً ایران، یا حالا باید نگاه بکنیم که در ایران امروزی یا در افغانستان چاپ شده. از این کلمه خرداد معلومه که در ایران چاپ شده. بله، بنیاد فرهنگ ایران چاپ و منتشر شده است، درسته. افست در زمان شاه هم چاپ شده بوده، در زمان پهلوی، که تاریخ 2535 رو زدن و رفته. حالا اینجا با صفحه کتاب جدیده، از نظر چاپ جدیدیه. اگر فارسی باشه که اصلا نمیخونیم، برای اینکه این قطعا هم چاپی هستی، برای اینکه در دوره چاپ شده، در دوره پهلوی چاپ شده. این کتاب قطعا فارسی هستش، در نشه از خواندن آن میگذاریم و این رو میبندیم تا یک کتاب دیگر رو باز بکنیم. رساله عروض، یکی دو روز قبل چند روز قبل یک کتاب در رابطه با عروض معرفی کرده بودیم، عروض ترکی. حالا امروز دوباره با یک رساله درباره عروض، یعنی قواعد علم شعر، علم نقد شعر، شایدم علم شعر شناسی، این رو حالا درباره اینجا نوشته بابر، یعنی این کتاب در دولت بابری نوشته شده و پاریس الیازماسه، یعنی این دست نوشته است که در پاریس نگهداری میشه، مثل یکی دو کتاب قبلی که دیده بودیم در فرانسه 1308. این خیلی جالبه. اگر این عدد مربوط ترک
این اگر این عدد تاریخ باشه 1308 تاریخ 700 ساله‌ای داره، نزدیک 800 سال این سابقش هست. حالا نگاه میکنیم ببینیم که چی هست. اول یه نگاهی به وضعیت کتاب، ظاهر کتاب بندازیم. نگاه کنید اینجا برای اولین بار با یک کتاب رو برو میشیم که در اروپا هم 2 صفحه رو تو یک صفحه PDF جا داده و این کار جالبی نیست. صفحه اول رو میبینید دارای کتاب آسیب جدی دیده ظاهرا. نگاه کنید مرکب به همه جا رسوخ کرده، احتمالاً آب رفته. بله کاملا آب رفته بوده، ولی خب اومدن و این رو حالا ازش کپی گرفتن و از کپی عکس گرفتن. این حالت دیده میشه. شیرازی کتاب هم آسیب جدی دیده بوده. رنگ کلمات رفته و خب اینجا مثلا نگاه کنید این دایره هایی که وجود داره چندان دیده نمیشه. این دایره ها این 177 صفحه PDF در حقیقت میشه 300 و حدود 50 و چند صفحه، 54 صفحه احتمالاً که در این کتاب دیده میشه. خب خیلی تفاوتی نخواهد داشت چون کتاب در دولت بابری نوشته شده. خیلی کتاب نفیسی هست از نظر خط و به لهجه ترکی جغتای هم نوشته شده. من دیگه اینها معمولا کتاب‌های بسیار نفیسی هستند، با یک خط نوشته میشن و کادربندی خیلی خوبی دارن، ولی این در این کپی اینها دیده نمیشه و من هم فقط دیگه این از ارزش این که اینجوری نگاه بکنیم بهش نداره. تلاش میکنم حالا متن رو شروع بکنم به خواندن، شاید بتونیم از این کتاب، امیدوارم که یه روزی یک عکس بهتری از این داشته باشیم تا بتونیم بخونیم. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم در داخل این کادر آورده شده، ولی شعرین حالا اولش نگاه کنید یه چیزایی نوشته شده که از بین رفته. نمیدونم حالا بنلکیم شعرین وزانی، این هم اوزان باید باشه. این خیلی از کلمات دیگه دیده نمیشه. اوزانینینگ مداری او 300 ve 300 viyle 300 viyle dürdü. Sebep 2 no'dur. خفیف سگیل. حالا اینجا احتمالاً سبب خفیف باشه که دیده نمیشه. این اولش هم یه چیزی نوشته شده بود که دیگه اون هم پاک شده متاسفانه. سبب 2 خفیف. 2 حرف دین مرکبdir. الغی اولغی احتمالاً متحرک، سونکی اولغی متحرک، سونگیغی ساکن. چون niçin kim kül ve mül مثال میزنه. چون niçin kim özür dilerim dostlar. در این کتاب با مشکل مواجه خواهیم شد برای اینکه بعضی از حروف رفته نمیدونیم چی هست. کیم گül و مل، نون و کن یعنی نون و کاف. 2 müteharrik harfi tin mürekkep. 2 harfi tin, 2 از 2 حرف 2 harfi tin mürekkepdir. Niçin kim gele ve reme. Gelle ve reme.
حالا اینجا یک کلمه هستش که خونده نمیشه. کس ها حرفی کیمسه، حالا اینجا خونده نمیشه. حرفی مونداق کلمات. بذارید یک کتاب دیگر باز بکنیم. این اون حیفه، واقعا حیفه که خراب بشه، برای اینکه حالا من اینو تلاش میکنم این کتاب رو پیدا بکنم. دست نوشته بود ولی حیف که کپی بود و بسیاری از حروف هم دیده نمیشد، در نتیجه ازش گذشتیم. دیوان اشعار بدر شیروانی، این رو داریم پی دی افش رو میبینیم. فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، انستیتوی خاورشناسی، بدر شیروانی، دیوان. تهیه کننده متن برای چاپ، مقدمه و فهارس از ابوالفضل هاشم اوغلو رحیموف، اداره انتشارات دانش، شعبه ادبیات خاور، مسکو، 1985. 1985 حدوداً 15 سال از اونجا، 25 سال از اینجا، حدود 35 سال قبل این کتاب در مسکو چاپ شده. ولی آذربایجانی ها این رو در مسکو چاپ کردن. تحت تاثیر چیز بوده که اینجا با یه مقدمه مواجه هستیم. این کتاب باید چرخیده بشه تا بتونیم اینجوری ببینیم. درست، حالا اینجوری بهتره. یه نگاهی به وضعیت کتاب اول بندازیم و بعد این هم دوباره فوتوکپی هست. میبینید که یه فوتوکپی گرفته شده و پارگیر هم اینجا میبینید که کتاب پاره شده. متاسفانه خیلی کپی بدی هم هست، ولی خب از نظر اینکه دست نوشته هست خیلی زیباست. اون کتاب قبلی هم که دیدیم فقط اون مثل این نبود، خطش از بین رفته بود. و اینجا ما با یه چنین چیزی مواجه میشیم. این احتمالاً هنوز مقدمه هستش، ادامه داره. این چون فوتوکپی هست، یک صفحه سفیده، یک صفحه چیز هستش. در یک طرف کاغذ فوتوکپی کردن دو صفحه رو، پشتش که خالی هست اونو خالی گذاشتن. این یه کار بدی نیست، کار خوبی هست. در نتیجه این که 140 صفحه‌ای که براش گفته شده میاد نصف میشه، یعنی میشه مثلا 70 صفحه. و نگاه میکنیم اون زیبایی خود کتاب رو دیگه نداره. رنگش پریده، همه چیز سفید مثل ماست. خیلی اون زیبایی اون کتاب‌های قبلی که از عکس خود کتاب بود اون رو نداره. این یک فوتوکپی از اون کتابی هستش که جدیداً چاپ شده، باکو، ژانویه 1977، ابوالفضل رحیموف. حالا اینجا با یک شعر مواجهیم. اینجا داره مثل اینکه این فارسی هست. بذار ببینیم، انگار فارسی هست. اگر فارسی باشه دست همین امروز کتاب هایی که به شانس ما باز میان فارسی هست. بله، این کتاب تا اینجایی که یکی دو تا حالا این صفحاتی که اخیر رو دارم نگاه میکنم فارسی هستش. و خب ما نمیخوایم در رابطه با زبان فارسی اشعار فارسی گویان ترک رو بخوانیم. خب من یک
مقدار سرعت بیشتری به این بدم ببینم که یه جایی، نه این ظاهرا همه صفحه ها فارسی هستش، پس از این کتاب هم میگذاریم، چون قرار شد که کتاب های فقط ترکی رو بخونیم. خاندان سولی، احتمالا این هم از این هم همینجا که دیده میشه، این یه کتاب نیست البته، این یه مقاله هست. اصلا این رو پاک میکنیم از اینجا. اشعار بدر شیروانی، نه اینه که دیگه همون کتاب قبلی هست. نه، سفرنامه ابن فضلان رو گفتیم که نه. رساله عروض رو، دیوان اشعار بدر شیروانی، قصیده مغولیه صدرالدین ابهری. دوباره اینجا اینم جدیده، یک مقاله هست، چیز نیست، کتاب نیست. اینم میبندیم. این رو دوستان گذاشته بودن و من چیز کردم. واژه های ترکی در فرهنگ گیلک رو سری قبل اینو چند روز قبل این رو خوندیم. کتاب مبین بابرشاه برلین الیازماسه. بذارید ببینیم این چی هست. و در نهایت با یک کتاب دیگر اینجا روبرو هستیم که باز زیپ هستش و یه تعدادی. حالا دیگه این آخرین کتاب هست. ببینیم که Windows cannot open this folder. خب اینم که میگه باز نمیشه، اینم دیلیت بکنیم در نتیجه. خب الان با یک کتاب روبرو هستیم که اگر نتونیم بخونیم باید بریم و کتاب جدید دانلود بکنیم ببینیم چی هستش. این کتاب رو یه مقدار بزرگش میکنیم در صفحه جا بگیره. بذاری ببینم اینجا میتونیم این رو باز بکنیم ببینیم که این عکس کتاب رو اینجا داریم میبینیم. بابور ظهیرالدین محمد مبین. این در 1700 نوشته شده، حدود 300 خورده سال پیش تاریخ زده. البته این کتاب رو دوستان اینجا میبینیم. این ببینید خیلی زیبا جلد بندی شده، ولی متاسفانه این در این سایت اصلی اینو نمیتونیم خیلی خوب ببینیم. برمیگردیم اینجا و میبینیم که اینجا یه شخصیت به نام مبین این کتاب رو مثل اینکه حاضر کرده برای چاپ. جلد رو میبینیم، مبین لاری دین. حالا این ببینیم که اینجا یه مقدار میبینیم که شیرازه کتاب آسیب دیده، لبه های کتاب هم آسیب دیده ولی خیلی جدی آسیب ندیده. اینجا با یک تاریخ مواجهیم که نمیدونیم این تاریخ هست یا نیست. یه عدد مواجهیم در است. اینجا یه مهر روی داخل کتاب، جلد رو باز کرده و داخل کتاب جلد اینجا یه مهر زده، دیگه نرفته مثل دوره چیز که ترکیه که رفتن در یک صفحه 6-7 مهر زده روی متن. کتاب ترکی اینجا 1926 احتمالاً کتاب خریداری شده و در این شماره شده مبین در فقه، احتمالاً این باشه. 2200 این 22 چیز هستش. حالا این عدد چی هست دوباره نمیتونم اینو تشخیص بدم. و یه مهر. میرسیم به خود کتاب. نگاه کنید این زیبایی خود رنگ کتاب و این کادر خیلی آدم رو جذب میکنه که این کتاب خطی رو، دست نوشته رو بخونه. و همینجا میبینی که کتاب ناقص مونده، یعنی کادر رو ساختن که داخلش نقاشی بکنن ولی نقاشی نکردن. کادر با رنگ قرمز و یک خط سیاه هم در کنارش هست. بعد شعر رو هم گذاشته و مصرع‌ها رو از وسط هم جدا کرده در کادر گذاشته. و اینجا در زیر میبینیم که به جای چیز حاشیه اولین حرف سطر بعدی در صفحه بعدی رو نوشته. اولین کلمه سطر
اولین سطر رو در صفحه بعد نوشته تا اگر کتاب پاره شد از طریق اون بشه پیدا کرد. این هم یک روش هوشمندانه در کتاب‌های قدیمی بود، البته به خاطر اینکه در گذشته کتاب رو صفحه شماره نمی‌زدن به صفحه ها. امروز شماره زده میشه و این قضیه حل شده. صفحه دوم کتاب رو می‌بینیم دوباره و آسیب دیدگی رو می‌بینید. داخل نگاه کنید، اگر به صفحه نگاه بکنید اینجا و آب رفته، اولا نم کشیده، ثانیا این پوسیدگی حاشیه ها رو میبینید، لبه های کتاب رو میبینید، در اینجا هم همینطور. ظاهرا این هم به لهجه ترکی جغاتای نوشته شده، خیلی خوشخط و زیبا. این کتاب در 256 صفحه PDF، یعنی کتاب خودش 256 صفحه هستش، برای اینکه در هر صفحه اومده یک چیز رو قرار داده. خیلی بعضا اینجا میبینید که نمیدونم علامت پارگی هستش یا رنگ ریخته روش، جوهره، این جوهر ریخته روش. حیف این کتاب ها خطی، نگاه کنید دوباره جوهر، خیلی جاها اینجا جوهر ریخته، نگاه کنید. حیف این کتاب های تاریخی اینجا پاره شده، احتمالا اینا پارگی هستن، احتمالا همه این سیاه ها به جای جوهر پارگی هستن. بله اینها پارگی هستن، این کتاب پاره شده بوده، خیلی آسیب دیده، خیلی آسیب دیده. من حالا یه مقدار سریعتر میبرم این رو جلوتر و ببینیم که البته میتونیم اینجوری بکنیم، این بهتر از اون هستش، برای اینکه کتاب رو میتونیم کاملا صفحه رو قرار بدیم درش و هر صفحه رو جداگانه بتونیم ببینیم. یعنی هر الان حالت اسلاید داره و ما میتونیم کتاب رو حالت رقص هم بهش میده. این جالب بود، اینجا خط کتاب عوض میشه و یک حالا یا شعر عربی هست یا فقط یه دعا هستش. اللهم نستعینک و نستغفر لک نستغفرک. متن شعرها حداقل آسیب جدی ندیده، این خیلی زیبا هستش که متن اینجا رو نگاه کنید، پاک کردن اینجا رو، عمدن یه چیزی پاک کردن. دوباره با یک دعا روبرو هستیم. اگر میگت نابالغ بولسه ایر اغلان، اگر اغلان bu duanı okuya gerek. حالا اینجا هم شعر هم دعاها رو نوشته. ترک مسلمان رو یک نوعش رو اینجا میبینید که چقدر زیبا اینها نوشته شده. از هر صفحه الان ما یک کپی رو میبینیم. دوباره اینجا میبینیم که آب ریخته یا یه چیزی ریخته، دوباره پاک. البته اینجا پاک نکردن ولی خب این کتاب اینجا آسیب جدی دیده. یعنی این کتاب ها که در اون زمان نوشته می شده میلیون ها دلار هزینه این هستش. یعنی الان احتمالا این کتاب رو با میلیون ها دلار نمیشه خرید.
فکر کنم رسیدیم به آخر کتاب. بذارید حالا اینجا ببینیم آیا میتونیم یک صفحه قبل اینجا شعر، اینجا تمت تمام بولدی و تو کاتی بو رساله شریف المسما به مبین. اسم کتاب مبین هستش، یعنی اومده اسم کتاب رو مبین گذاشته. مبین حضرت بابر پادشاه گلندرینین تصنیف لاریدین. این از دست نوشته های بابر شاه بوده. حالا این گلندر چی هستش این رو باید پیدا بکنیم. تصنیف لاریدین حسب الحکم شرافت سحرینین گویاشی و رفعت و مکرمت تنگرینیز زی تنین تنگزینین در یکتایی مشفق و مربی غریبان مشفق و مربی غریبان فیاض زمان عبدالله. حالا این چه کسی هستش؟ عبدالله بیکخان احتمالاً بیکخان عبدالله بیکخان سلمهم الله الرحمن کمینه گل گمنام. حالا این هم احتمالاً نویسنده کتاب هستش. ملا محمد مشتاقنن سنوک قلمی سنوک قلمیدین. حالا این نویسنده هستش، این کسیه که این رو نوشته یا نسخه برداری کرد. حالا ببینیم که چه میگه. قلمیدین اختتام صورتی تابدی الحمدلله رب العالمین اللهم اغفر لصاحبه و لکاتبه و لناظره به محض کرمک. حالا اینجا برای صاحب کتاب، کاتب کتاب و ناظر کتاب، کسی که مثل ما الان داره نگاه میکنه، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین. متاسفانه تاریخی رو در اینجا نمیبینم. حالا ببینیم که آیا یه جای دیگری میتونیم ازش یه تاریخی ببینیم. اینجا با یک لغات ترکی اینجا اومده، لغات ترکی رو احتمالاً اون چیزایی که مثلا اینجا ما یه چیزی در اینجا در صفحه قبلی بذارید برگردیم، اینجا قلندرینین رو دیدم سر در نیاوردیم چی هستش. سحری دیدیم متوجه معنیش نشدیم. مکرمت تنگزینینگ این رو متوجه نشدیم چیه. من فکر می‌کنم یک نوعی تانری خوندم این را، ولی اینجا تنگزینینگ این یه چیزیه، دریا به معنی دریا بوده. و بذار ببینیم دیگه چی بود که نتونستیم معنیشو بفهمیم. همین دوتا کلمه رو اینجا متوجه نشدیم، ولی در این صفحه بعد متوجه میشیم که اینها رو معنی کرده به فارسی. مثلا یک بار، بلاغ چشمه، تنگیز همون کلمه که اونجا دیده بودم اینجا دیدم دریا، چیرت روی ترش کردن، چیرت صدا گذاشته برای همین میگم چیرت روی ترش کردن، یه نوع اخم کردن احتمال میدم. ایشنو آره اینجا یک چیزی نوشته که متاسفانه مثل کتاب که خونده نمیشه. حالا من احتمال میدم این کتابه. منگیز رخساره، اغیر حرمت،
از احتمالاً آغر باشه. آغر اوتور باتمانجل، حرمت تو خود نگهدار، اون همون باشه. افکاله، افکالا، غصه. رفته به فارسی نه به فارسی نه. همین در ترکیه امروزی این رو به کار میبرن به این شکل. البته میگن حالا یادم نمیاد چه شکلی میگن، ولی میدونم که این در ترکیه چوت، زور و گوت، قوت احتمالاً. جوت، این پس جوت میشه، جوت زور و قوت. این چوف، چوف بوم، احتمالاً به معنی منطقه باشه، بومی. چوف، چوف، چوف. البته ما این رو چوف رو در قرداغ به معنی تاب که معمولا به یه شاخه درختی بسته میشه و تاب میخوره آدم ها روی اون، به اون میگیم بومردگه، بیضه مرغ. بیضه مرغ، حالا اینجا منظور تخم مرغ نیست احتمالا، شاید هم باشه، نمیدونم. بومرگه، یومرتگه مثلا، یومرتگه احتمالا یومرتگه باشه، یعنی بله بیضه مرغ. اما اگر منظور البته مرغ گفته دیگه، خروس نگفته، همینجا باید بگیم که این منظور تخم مرغه که بیضه مرغ. احتمالا یومرتگه. کریش، کریش ببخشید، کریش چله کمان. اینو میدونستم کریش چی هستش. کاورچگان، کبوتر صحرایی، یک نوع کبوتره. اینجا مثلا اینجا اومده این عدد رو پاک کردن، یه جوری این نوشته رو پاک کردن. اورباجوس، اورباجوس، عنکبوت، اوربا، örmekten احتمالاً باشه، همون örmecüz. حالا اینجا لغتنامه ترکی داره، بذارید ببینید صفحه بعدی ادامه داره. این 3 صفحه، اینم صفحه آخرشه احتمالاً. kömür انگشت، این رو بعداً با خط دیگری، البته همون خط نوشته، ولی احتمالاً نوک مدادش تغییر. اینجا دیگه رسیدیم به آخر کتاب و عکس‌هایی از وضعیت ظاهری کتاب، و اینجا یک صفحه دوباره دیگری از لغت‌ها بوده که متاسفانه این وبسایت عکس انداخته روش، یعنی این صفحه آخر هست ولی عکس انداخته روش. خب برمیگردیم صفحه اول و این کتاب رو تلاش میکنیم ببینیم که چی هست. اینجا اسم کتاب، تایتل، یعنی اون کتاب که اسم کتاب، عنوان کتاب هست، مبین. اسم کتاب مبین هست و در زیر PPN یه شماره‌ای هستش. بعد از اون یه وبسایتی، آدرس وبسایت هستش، روش کلیک کردیم دیدید که اینجا هم کلیک کردیم و خود کتاب رو رفتیم دیدیم تو وبسایت. البته این جالب هستش که یه مقایسه‌ای هم اینجا بکنیم ببینیم که یه مقدار حرکتش آرام هست، ولی نگاه کنید اینجا این کتاب اصلش رو هم اینجا به این شکل داریم میبینیم. حالا من چند تا کلیک کرده بودم، داره یکی یکی نشون میده. این کتاب رو خواسته بگه که آقا از اینجا به راحتی میتونید اینجا رو ببینید. این برلین نگهداری میشه، اینجا کلمه برلین رو میتونیم بخونیم، یا برلین چاپ شده. استاتس بیبلیوتک. خب بریم صفحه اول کتاب و ببینیم که چی هستش.
این تاریخ ها احتمالاً تاریخ هایی هستند که وارد شده به اینجا، یعنی به کتابخانه وارد شده، تاریخ ها اونجا هست. بسم الله الرحمن الرحیم در وسط، رب یسر و تمم بالخیر. حالا این رب یسر و تمم بالخیر رو به دو قسمت کرده، در دو طرف بسم الله با رنگ قرمز نوشته برای اینکه اینو زیبا بکنه. این نقاشی انجام نگرفته، طراحی ناقص مونده، معلومه که کتاب ناقص مونده. قد حق تشدید نذاشته، به جاش دو تا قاف نوشته. حق حمد و ثنا ادا قلدم، حق آتی بیرله ابتدا قلدم. اینجا آتی به معنی اسم، آد. گفتیم که در زبان ترکی در لهجه های مختلف البته حرف ت و دال تبدیل میشن به هم دیگه. اینجا همون رو میدیم. حق حمد و ثنا ادا قلدم، حق آدی بیرله ابتدا قلدم. بیرله یعنی با، همراه، اتحاد، یگانگی. ابتدا قلقلوک نیکم باردر. ابتدا قلقلوک یعنی ابتدا کردن. قلماق از کلمه قلماق ساخته شده. قلقلوک آغاز کردن، انجام دادن کار. ابتدا قلقلوک نیکم باردر. بار رو اونجا در آخر صفحه دیدیم، اینجا از اون لغت استفاده کرده. حالا احتمالاً بریم ببینیم اون بار چی بود. من یه لحظه اینجا شک کردم که این بار چه میتونه باشه. همون اول بود. این بار فارسی یک، نه این نیست. لغات ترکی احتمالاً بار قبلا ها دیدیم به همون معنی باشه. ثمر دادن، میوه دادن، به اون معنی باشه. قلماسان آتی بیرله ابتردür. ابتر کلمه عربی هستش. قلماسان یعنی اگر با نام الله شروع نکنی بار نمیده. بار گفتیم ثمره، میوه. در ترکی، در آذربایجان هم، در قره‌داغ هنوز این استفاده میشه. احتمالاً گفتم یه جورایی زبان قشقایی و قره‌داغ، در بخش قره‌داغ آذربایجان ماهال میگفتن. این بادجغاتای خیلی نزدیکه، اشتراکش خیلی زیاده و حیف که من به شهر کوچیدیم. اگر در روستا میموندم احتمالا من زبان ترکیم خیلی بهتر از این بود و کمتر به مهندسی جهل آلوده شده بودم. قادر bir کمال تنگزی قادر bir کمال تنگزی درور. قاهر ذوالجلال تنگری درور. تنگری خدا هستش دیگه، این رو میدونیم. البته تنگزی رو اونجا معنی کرده بود به معنی دریا. قادر bir کمال تنگزی درور، یه در اقیانوسه. قاهر ذوالجلال تنگزی درور. هر نکیم قلسه ol قلور peşek. Her nekim qılsa ol qılur peşek. Her nekim bulsa ol bülür peşek. peşek پیشه یا پیش، احتمالاً همین باشه. منتظر رحمتیغه جمرهلار همین گمراهان. منتظر رحمتیغه جمرهلار مفتخر گلغی بیله شهلار. شهها هم شاهلار، شهها هم مفتخر به گلغی هستند، بندگی. گل
من قبلا عرض کردم که از کلمه احتمالاً گل ساخته شده باشه که در خدمت بدن هست. احتمالاً مثلا میگفتن که شاه بود و ساق گل و سل گل، یعنی اینا وزرا رو به معنی گل حساب میکردن. حالا احتمالاً از همین کلمه گول ساخته شده به معنی یاران و همراهان و کمک کنندگان، یا البته برده که نمیشه، قطعا برده نیست، چون مثلا ما نمیتونیم بگیم که این به این معنی هست. یامان و یخشیغ امید آندن. یامان یعنی بدی، زشتی، پیسلخ و همچنین به معنی جسور هم معنی میده. یامان و یخشی، یخشی هم که همون یخشی هستش. امید اندن، امید دارن. گرگماخ اندن و نوید اندن، ترس از او هست و نوید هم از او هستش. نوید هم باز به معنی مژده هستش. جسم داهر نچه که گل بولسه. این داهر رو نمیدونم چیه. جسم داهر نچه گل بولسه. جسم دا هر نچه که گل بولسه، در جسم هر چه تعداد که مو هستش. جسم دا هر نچه که گل بولسه، گل به معنی مو هستش. ما به بخش هایی از اندام، مثلا به موی سر گل نمیگیم، به ریش هم گل نمیگیم، اما به بخش هایی به خصوص اون قسمت هایی که بهش میگن عورت، به اونها گل گفته میشه، موی اونها. جسمی دا هر نچه که گل بولسه، حالا اینجا دیگه داره بدن رو کاملا از بالا به پایین گل میگه. گل سایه ایل تیندا تیل بولسه. گل سایه به سای حساب، شمارش، عدد. گل سایه ایل تیندا تیل بولسه، اگر به اندازه شمارش گل تیندا در بدن، تیل بولسه روح. البته این تیل روح نیست، اون تینه. تیل بولسه، این نمیدونم این تیل اینجا چه معنی میده. همدیغه زاکر اولسه اول تیل، این دله، تیل دل، زبان. حالا که شعر بعدی رو، مصرع بعدی رو خوندم متوجه شدم که این اگر میگه گل سایی ایل تیندا، اگر در تن به اندازه تک تک موها زبان باز بشه، حمد ذاکر اولسه اوتیلار، اگر به حمد الله زبان باز بکنن اون موها، دسه همدینی آیلار و یلار، اگر در طول ماها و سالها حمد بکنه و ساکت نشه، ازل بارینین کلامی bir bulgay, bari öz ecziğe مگر بلغای. اینجا باری به معنی الله هستش دیگه، اون نیوه ازلی. ازل باری، ازل ابتدا، یعنی ابتدا نداره دیگه. ما وقتی میگیم ابتدا یه شروعی هست. ازل بدون شروع هستش، ما نمیدونیم. یعنی این لغت نمیگه که شروعی وجود داره، میگه بوده، همیشه بوده. یعنی نبوده زمانی که نبوده یا مکانی که نبوده. ازل بارینین کلامی بیر بلغای، حالا کلامش همیشه بوده. باری از اجزیغه مگر بلغای. حالا باری اینجا به معنی انسانه، خود این انسان به عجز خودش اقرار میکنه. سید المرسلین و خاتم النبیین نعتی صلی الله علیه و سلم. حالا اینجا تا اینجا در مورد الله شعر گفت که ارادت خودش رو مشخص کرد. حالا میگه برمیگرده به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، درباره ایشون تعریف، نعت
به معنی تعریفه، تعریفی که ما در زبان ترکی داریم نه در زبان فارسی. تعریف در اینجا به معنی ستودن. در زبان ترکی تعریف به معنی ستودن هستش. واجب بولدی بارغه شکر خدای. بارغه، بار از کلمه بارغه را ساخته. واجب بولدی بارغه شکر خدای. مصطفی بولدی بیزکا راهنمای. بیزکا یعنی بیزه، برای ما. بیزکا راهنمای. Yüçsiz yolunu kim bara ilgay. Yolçusiz yolunu kim bara ilgay. Bara رسیدن اینجا. Barsa ol قدمda og qalgay. og اینجا به معنی اخ احتمالاً. Barsa ol قدمda og qalgay. تیر یا اون تیر میاد بیرون یا میپره. kim ka احمد gibi ki بدرقه‌دür. بدرقه‌دür. بدر ماه. بدرقه یعنی ماه. kim ka چه کسی. احمد gibi که بدرقه‌دür. بدر هم این بدر هستش. yolda 100 خوف bulsa ninafedir. احتمال نی ناقدر، ببخشید، نیناقدر. kim ka احمد که بدرقه‌دür. yolda 100 خوف bulsa ninafedir. حالا اینجا نمیدونم این رو باید یو بخونیم یا بو بخونیم. بومیغه چست خلعت لولاک. بومیغه چست خلعت لولاک. لاتو غرقه امگدین تون چاک. حالا اینجا بعضی از کلمه ها رو دیگه احتمالاً مثلا لات و احتمالاً عزا باشه. این دوتا بت ها هستن، لات و عزا. آدم میگم برای اولین بار این کتاب رو باز میکنم که بخونم. در نتیجه خب باید با مفهوم کتاب آشنا بشیم. یا هر شعر رو که باز میکنیم احتمالاً یکی دو بار باید برگردیم و شعر رو بخونیم تا اون مفهوم واقعی رو در بیاریم. بویمغه چست خلعت لولاک. این لولاک لما خلقت الافلاک به اونجا اشاره میکنه. بومیغه چست. این چست معنی اینجا یه مقدار مشغول کرده. نمیدونم این چی به معنی چیسته یا چی هستش. احتمالا این بولمیغه یعنی پیدا کردن، به دست آوردن. چیست خلعت لولاک یعنی سنین تاپلماغن، به خاطر این خلعت لولا هستش. یعنی خلعت لولاک، خلعت یا لولاک یعنی به خاطر تو زمین رو چیز کرده. لات و غزاقه ایلیکدین تون چاک. سن به لات و عزا ایلیکدین درگیر شدی باهاشون. اول درور انبیا سرافرازی. اول درور یعنی او هستش. اول درور انبیا سرافرازی. قاب و گوسن محرم رازی. محرم راز قاب و گوس هستش. حالا این قاب و گوس چی هستش؟ گوسین البته. قاب و گوسین این دوتا، این گوسین هم میشه، البته گوسین هم میشه.
من نمیدونم اینجا اشاره به خود اون کلمه در احادیث داره، فکر نمی‌کنم این قوسین در کتاب باشه، در قرآن باشه. مانگا قلقل شفاعتون همراه، مانگا یعنی به من، مانگا قلقل şefaatun hemrah, neydi özga aleyke sallallah, neydi özga yani özüne aleyke برای تو sallallahu که خداوند به تو چیز کنه. حالا کتاب نظمینین حسبی چرا این شعر رو گفته؟ اینجا اینو میخواد بیان بکنه. ببینیم که آیا اینجا میتونیم یک دلیلی چیزی پیدا بکنیم چرا این کتاب رو نوشته. بیلگاسن ای خجسته پی فرزند، این پی رفته به فارسی هم رفته. بیلاسن ای خجسته پی فرزند، جگرین بیرله جانمه پیوند، چه جگرین و پیوند به جان و جگرم هستی. مسئلالار که اول ضروری اردی، بیلمسانن دینیگاه قصور اردی. اگه ندونی بیلمسان یعنی بیلمسان دینینگا در دین تو قصور اردی، قصور پیش میاد. یتی گلü مکا کیم، حالا اینجا خیلی بغشترسام یا یغشترسام احتمالا. یتی güngülü mana kim yığıştırsam. حالا اینجا من یتی رو ایتی اگه بخونم به این معنی که در روز گرم آفتابی یا گرم آفتابی نظم ترتیبی دا sıkıştırsam، اگر این چیز رو هم بتونم در نظم و ترتیب جا بدم، sıkıştırmak جا دادن در بین دو چیز، احتمالا همون باشه. یتی günglü maka kim yığıştırsam، جمعش بکنم، روز گرم آفتابی رو جمع بکنم یعنی اون آفتاب رو جمع بکنم. نظم ترتیبی در نظم و ترتیب در این شعر، نظم و ترتیب شعر خیلی زیبا میفهمونه که شعر یعنی چی. یک نوع نظم و ترتیب در کلام، چیدن کلام هستش. نظم و ترتیبی دا sıkıştırsam تا آنی ضبط قلقاسن آسان. ضبط قلقاسن، ضبط کردن یعنی به دست بیاری، به دست گرفتن، در اختیار داشتن، اختیار گرفتن. تا آنی ضبط قلقاسن آسان، اول مسائنی بلا بیلگاسن یکسان یا تکسان. اینجا یکسان باید باشه، میگه تمام اون مسائل رو یکسان بفهمی. بیلگاسن، بیلسن، بیلمک، بیلگاسن یکسان. تا tangılalık gündakim hesab olgay. Tanıklık حالا اینو چجوری بگم؟ آشنایی. tanıklık gündakim hesab olgay. manga ecru senga اجر سنگا ثواب اولگای، احتمالا بله اولگای. iş bu niyet ki min kılıp türmin. iş bu niyet ki min kılıp türmin. احتمالا این تور باید باشه، حالا نمیدونم این نقطه در بالاست پایینه نمیدونم. اول مسائل که min bilip türmin. Türmin, zür. Türmin, ol mesail ki min bilip türmin. حالا احتمالاً این تورمین یه معنی دیگری هم داشته باشه، من نمیدونم، برای اینکه من ترکیم خیلی ضعیفه، این رو باید اعتراف کرد. بدون اعتراف به ضعف خود نمیتونیم. من دارم تلاش میکنم بخونم، برای خوندن تلاش میکنم. حالا دوستانی که لغت در دستی در لغت
دارن اونها باید وارد میدان قود بشن و اینها رو توضیح بدن. جمعی دا سعی و اهتمام گلای، جمعی دا در جمع، جمعی دا سعی و اهتمام گلای، سنینگ آتینگه من تمام گلای. آتن همون اسمت، آد که بالا توضیح دادیم. آتینگه من تمام گلای. بی بگا دینی ایشی سهل درور. بی بگا دینی ایشی سهل درور. دین ایشین گلغای اول چی عمل درور. عمل اینجا با الف نوشته به معنی آرزو. دین ایشین انجام دادن. ایشین جور دین ایشین جور. دین در ترکی خیلی معنی زیبایی داره. نمیدونم احتمالاً از ترکی به فارسی رفته باشه. دین در فارسی به معنی یک نوع اعتقاد داشتن به و زیستن، هم اعتقاد داشتن و هم زیستن یک راه و روش چیز هستش، حالا بگیم که ایدئولوژیک. دین همون دین اسلام و مسیحیت و بقیه هر دینی که هستش، ولی در ترکی دین یه معنی بسیار زیبایی داره که فارسی فاقد اون هست. اون هم اینه که دین یعنی آرامش و آسایش. دینجلمک امر. دین یعنی آرام باش. از این کلمه دینجلمک ساخته شده، دینز ساخته شده. ما از اینجا میگیم که این کلمه ترکیه. دوستان اگر یک کلمه در هر زبانی به کار میره، اگر در اون زبان از این کلمه نتونستن فعل بسازن، فاعل بسازن، مکان بسازن و اینها صفت بسازن، اون مال اون زبان نیست، از یک زبان دیگه گرفته. شما در زبان فارسی مثلا با دین فقط دین رو میبینید، دیندار رو میبینید، این دوتا رو دیگه چیز دیگری رو نمیتونید ببینید. در حالی که در زبان ترکی دین، دیندار، دینلی، دینج، دینجلمک و افعال زمانهای مختلف این فعل رو داره که خیلی بسیار بسیار متفاوته و در جاهای مختلف ولی معنیش زیباست. معنیش نگاه، دینجلمک، دین یعنی آرام باش. و شما وقتی یه دین رو میگیرید یک نوع آرامش به شما دست میده در این لغت. در نتیجه این کلمه دین از ترکی به فارسی رفته. بی بقا دینی ایشی سهل درور. دین ایشین گلغای اول که عمل درور. عمل گفتیم به معنی یک کلمه عربی هستش با الف نوشته شده به معنی آرزو. این آرزو با اون چیزی که ما در ترکی داریم بسیار متفاوته. ما در ترکی کلمه‌ای که برای این به کار میبریم همراه با عمل و اراده هستش. دین و دانشته هر جون افزون بود. خیلی زیبا. این نگاه ترکی در جهان اسلام متاسفانه جاش خالیه. از وقتی که این دین و دانشته هر جون افزون بود. هر جون افزون اینجا از کلمه ببینیم حالا از چه کلمه ساخته شده. میگه هر روز باید افزون بر روز قبل بشه، هم در دین هم در دانش. نگاه کنید چقدر زیبا گفته. یعنی الحمدلله حالا من خیلی خوشحالم که امروز نسبت به دیروز از نظر نمیگم دینی ولی از نظر دانش بهترم. دین و دانش دا هر جون افزون بود.
دولت و بختی له همایون بود. هما یه پرنده که پرنده سعادت میگن بهش. همایون یعنی سعادتمند. کامران بول جهاندا دولت گر. کامران، کام یه کلمه ترکی هستش. کام کام آلماخ، یعنی حالا اینو باید چجوری احتمالاً کام به اینجا هم گفته میشه به دهن، به اون جای خالی دهن که مثلا میگن کامن شیرین olsun، یعنی این دهنت اون جای خالی پر بشه با شیرینی. حالا کامران کسیه که کامش برآورده میشه، کامش رو شیرین میکنه یا کامش چیزاش. این کامران بول، حالا اسمم شده دیگه کامران. مثلا این در فارسی نداریم این رو، به کار برده نمیشه. در اینجا اینم کامران، کام و کامران ترکی هستش که به فارسی هم رفته. کامران بول جهاندا دولت گر. اینجا دولت رو به معنی ثروت و یا حتی به معنی دولت که امروزه به کار برده میشه، هر دوتا هستش. 100 تومان آبرویی و عزت گر. اینجا تومان همین بحث ریال و تومان هم هست. تومان یک کلمه ترکی مغولی هست احتمالاً، من نمیدونم، ولی تومان به معنی 1000 هستش. حالا من برای اینکه این رو چیز بکنیم تومان رو اینجا بنویسیم تو گوگل، ببینیم که حضرت گوگل چی میگه. تومان، ببینیم این لغت. حالا عربیش بهتره، بذار ببینیم اینجا ویکی‌پدیا عربی. خیلی نه چه عجب، بالاخره این التومان کانت العملة الرسمیة فی ایران حتی العام 1932 و ینقسم التومان الى من دینار و اصل کلمة تومان یرجع الى کلمة ترکیه تومین والتی تعنی من. من گفتم 1000 میگه 10,000 بوده، به معنی تومان 10,000 هستش. على الرغم من ان الریال هو العملة الرسمیه الا ان الایرانیین یستخدمون التومان فی الحیاة الیومیه. حالا اینجا یه مقالی هستش در مورد تومان که میگه تومان این کاربرد رسمیش در ایران هستش که از 1932 چیز شده، استعمال میشه. و ینقسم التومان الی امین درهم، دینار، ببخشید، به امین دینار تقسیم میشده یک تومان. و اصل کلمت تومان یرجع الی کلمه تومینن گلیر که ترکی هستش و به معنی 10,000 بوده. البته ریال میگن که فی الاصل کانت تومانو یتألف من 10 من دینار بین عامی 1798 و 1825. در این زمان ها این به این کار تم تقسیم التومان ایزن الی 8 ریالات، این رو به 90 ریال تقسیم کردند. کل منها 1250 دینارن. حالا دیگه از اینجا بگذریم دیگه، ما می‌خواستیم فقط تومان رو بدونیم که اینجا میگه ترکی هستش، ولی بعضی از دوستان دیگه نوشتن که مغولیه. اینجا هم کامران بول جهاندا دولت گر 100 تومان آبروی عزت گر. 100 تومان، 100 دانه تومن یعنی 1,000,000. شاید هم بیش از 1,000,000 باشه، نه 10,000 ضرب در 100,000 بیش از 1,000,000. 100 تومان. خب از اینجا پیشفرزین تعدادی. حالا این پیشفرض چی هستش؟ ببینیم این چیه.
علما اکثری دیدی بو مگال جهل فرض oldu مبطل اعمال. جهل باعث بطلان عملها کارها میشه. علم فرض ایلینا علم فرض ایلگا مثل گرز درور یعنی انجام ایستادن. دورماق از کلمه دورماق، درور یعنی دور ایستاده است. علم فرض ایلگا مثل گرزدور، علم مثل گرزه. میگه اگر علم رو فرض بگیریم، ایلگا اونجا هم گفت به معنی اینکه انجام دادن. علم فرض ایلگا مثل گرزدور طلبی. حالا اینجا یه مقدار این چیز شده، طلبی بارچه ایلگا فرزدور. حالا اینجا این چه ادامش چی هستش از بین رفته، نمیدونم، احتمالاً بارچمده بارچرده. آنا فرزدور. کیم اول بولسه بالغ و عاقل. کیم هر کسی علم رو، کیم اول بولسه بالغ و عاقل. آنا بیش فرزدور بونی بیلگل. اینو بیش زیاد، کلمه بیش از ترکی رفته به فارسی، بیش و پیش و اینا، به خصوص بیش. مثلا ما در فارسی حتی حالا یزیده لعنت که تو مجلس میگفتن همین بیش، اینجا احتمالاً از کلمه بش ساخته شده باشه. نمیدونم، من نمیدونم ریشش چی هستش. آنگا بیش فرض، چخ فرض، دور چخش فرض دور بونی بیلگل. اینو بفهم، بیلگل بفهم. biri imandır, durur, ikincisi salat. Bu iki dinginin üçüncü zekat. Dingibin yani in mutallak be din. Bu iki dingibin üçüncü zekat. Ramazan ruzesi و حج utmak. tutmak یا انجام دادن. اوتماق ما امروزه در آذربایجان در تبریز اینا هم به کار میبریم. اوتماق یعنی گورت دادن. اوتماق. حالا اینجا گفته رمضان روزسی و حج اوتماق. احتمالا اینجا توتماق معنیسی نده. انجام دادن، در دست گرفتن، سفت چسبیدن. رمضان روزسی و حج اوتماق، یا حتی قرص، انگار که رمضان رو گورت میدید تو شکمتون نگه میدارید، مال خودتون میکنید، یا حج رو مال خودتون میکنید، گورتش میدید. فرض این oldu iş bu بیشک. بیش و بیشک رو به کار برد دوباره. ایلدین oldu بارقه طاعت شرط. ایلدین، حالا ایلدین اینجا به معنی بیلدین، به معنی احتمالاً بیلبل اینجا بود. ایلدین oldu بارقه طاعت شرط. اگه بخوای بار بیابی، ثمر بگیری، باید شرطش چی هستش؟ طاعته. لیک ایکی دا بار استطاعت شرط. میگه برای هر دوتاش هم، چه حج و چه رمضان، استطاعت، توانایی، کلمه عربی هستش، شرط هستش. اول ایکی حجینی و زکاتینی ور. اول ایکی حجینی و زکاتینی ور بولسه گر استطاعتون بار بر یا بار یر، یعنی انجام بده دوباره. ایمدی bir گلای بارگن تقریر. حالا اون بار یافتن رو یکی یکی میخواد در اشعار بعدی تقریر بکنه. حق تعالی نوسته گر تقدیر. اگر تقدیر از طرف الله باشه، اونها رو میخواد یکی یکی. اول میاد دینیات رو توضیح میده. اولقی فرزین، یا اول فکر میکنم اولقی باشه، ممکنه القی باشه.
اولقی فرزینین بیانی، فرض اول، بیان فرض اول. بابیر الغی یا اولقی، بابیر اولقی فرض قل تعریف بابر، اسم خودشه بابر. الغی و اولکی یا اولقی فرض قل تعریف، حالا اون رو تعریف بکن. تعریف گفتم که توصیفه. کیم بار انسان غل اول تکلیف، این اشتباه خوندم. کیم بار انسان کیم بار انسان اول اول تکلیف، که برای انسان اولین تکلیف اون هستش، اونو بگو. بار دور، بار düz ایمان ایتیان من شتنگ اشتنگ. حالا این اشتنگ چی هستش اینو نمیفهمم. بار düz ایمان من ایتامین اشتنگ هر نیدر من آنی گنگولگا تنگ. حالا این اشتنگ رو باید رفت اون لغتنامه دید اشتنگ به چه معنی هست، در آخر صفحه بود. بار düz ایمان من ایتامینین اشتنگ هر ندیر من آن گنگولگا تنگ. گنگلو یعنی هر روزه، گنگولگا تنگ. تنگ میتونیم ببینیم که یعنی دار، تنگ دار. حالا تنگ هم از این ساخته شده، دوباره یعنی یه وسیله، حالا سخسی رو چی بگیم، سفالی، یه وسیله سفالیه که تنگه و داره لوله، حالت لوله داره و یه مقدار هم خم میگیره. خب ببینیم در صفحه بعد چی میگه. مؤمن بقا کیم، مؤمن احتمالا یقه یا بقا باشه. مؤمن بقا کیم بلور تحقیق قلغای اقرار تل گنگل تصدیق. حالا اینجا در مورد این فرض اول صحبت کرد که باید با دل تصدیق کرد این رو. altı mümin benin zikri. altı mümin benin. حالا این بنین این بالا هم به کار برده بود، باز دوباره کجا این بالا، این سطر بالایی متاسفانه mümin بغگیم، بغا mümin بغگیم بلور تحقیق. این بغا چی هستش اینو نفهمیدم که در پایین این رو بیانین، احتمالاً بیانمک باشه، یعنی پسندیدن. از کلمه بی احتمالاً ساخته شده که باز دوباره پسندیده مورد قبول. بیانمک از این ساخته شده باشه احتمالاً، نمیدونم، باز هم میگم لغت شناسا باید وارد این بحثا بشن. من فقط از اون چیزهایی که تو بچگی شنیدم در روستا، از اونها یه چیزهایی ذهنم میاد که ارزش علمی زیادی نداره. ممکنه ارزش تاریخی جغرافیایی داشته باشه قطعاً، اما ارزش علمی و لغت شناسانه ممکنه نداشته باشه. ممکنه هم به دوستان کمک بکنه که البته دوستانی که کار لغتن دیگه استادن دیگه، کاری باهاش نمیشه کرد. altı mümin benin zikri. altıdır mümin be'i mümin. be'i mümin. به اینجا به ای mümin، be'i mümin. به خیلی این در ترکی این به کاربرد داره. be'i mümin. په هم گفته میشه، په ای mümin که در ترکیه استانبولی به پک بدل شده، پچ گفته میشه، همون باید باشه. altıdır mümin be ey mümin، په ای mümin یا به اینجا یعنی
خیلی کلمه زیباییه ولی نمیتونم اینو ترجمه بکنم به فارسی. ایتامین بارچسین اشیت مندین. ایتامین، نمیدونم این ایتامین چی میشه، یا ایتاین. بارچسین رسیدن به این دست یافتن. اشیت مندین از من بشنو. مندین همین مندن، مندین. اول ایمان خداغه گلتر برای ایمان به خدا بیار و وارد شو. اول ایمان خداغه. عجبا خدا، خود کلمه خدا ترکی نباشه. بذارید ببینیم گوگل، حالا من همینجا بنویسم ببینم خدا. خدا اور خدای بالفارسی خدا، فی الفارسی هو المالک او الله ذکر. حالا اینو ببینیم. التأصیل رکبت خدای من لفظین اول خود و معناها الذات النفس و الاخر آی و معناه اتا جا حالا اینجا گفته که اینجوری نرفته. ببینیم که این به هر حال فارسی رو داره چیز میکنه دیگه. اینجا بیشتر به فارسی دیدی که تومان رو هم به فارسی و بعد گفت به چیز هستش ایران و اینجور چیزا. ایمان اول خداغه گلتر گل شرک چرکین زمیر دیندن سرگل. شرک چرک این دست و صورتمون که میشوریم این چرکش میره بدن، این چرکه که روی بدن میشه. ایرین اون چیزی که درون بدنه، زیر پوست هستش، این رو میگن ایرین دیگه، نمیگن چرک. البته چرک هم الان دیگه میگونم گفته میشه. ضمیر اینجا کلمه عربیه، از درونت، از روحت، از عقلت. سرگل، سر یعنی بران شرک رو. یه نبیل که ملک ایرور موجود. یه نبیل بیلمک، یه نبیل کم ملک ایرور موجود. بارچسی عبد و تنگری در معبود. بارچسی عبد و میوهش عبد و بارچسی عبد. ببینید چه رو در هر کلمه‌ای که چه داشته باشه ترکی هستش. هر کلمه‌ای که چه داشته باشه ترکی هستش. بارچسی عبد و تنگری در معبود هم تانری هستش. بار üçüncü کتابی اقراری. بار üçüncü، بار به معنی وارماق هم هستش دیگه. وار و بار این هم هستش. var üçüncü kitabi iqrari. Bar üçüncü kitabi iqrari. Tengri tevfiki bülse di bari. احتمالا بلسه دی باری اینجوری. دی هم اینجا یه نبیل انبیا سنی بر حق. روز آخر نداغ بیل منداق. روز آخر نداغی بیل منداق. این منداق چه هستش اینو نمیدونم. بذارید ببینیم این منداق رو میتونیم پیدا بکنیم که در اینجا منداق آیا میاره برامون که ببینیم این چی هستش. نمیاره. باید به خود لغتنامه همین کتاب رفت، دید که خود لغتنامه در این مورد چی میگه. یه نبیل خدا دین ای همدم. خدا دین یعنی خودت خدا هستی. یه نبیل خدا دین ای همدم. ای همدم خودت بدون که خودت خدایی. یخشلق بولسه کریمانلق هم. یخشلق بولسه، یخشی بولسه کریمانلق هم. کریمان هم کریمانلق عربی رو با ترکی جمع کرده. کریم و
kerimanlık. Manlık این anlık. آنlık با کلمه آن هستش. آن و لگ به هم چسبیدن. میبینید که کلمات در ترکی هر کلمه ای رو که بخوایم ترکیب بکنیم به آخرش میچسبه. البته دیروز یه مقاله جالبی دیدم، یکی از دوستان نوشته بود، گفته بود که بر اساس اون چیزی که اون نوشته بود، کلماتی که از زبانهای اروپایی یا لاتین وارد ترکی بشه اول کلمه میاد، کلمات علمی اول کلمه میاد. این چیز جالبی بود که خوندم، مثالهای جالبی هم زده بود. مثلا یه نبیل گل خدادن ای همدم یخشیلق بلسه کریمانلق هم یه نه olmaklık gene olmaklık go yeter tirilmak gelik. Tirilmak, dirilmak. Yine olmaklık ve tirilmaklık. Tirilmaklık zinde şudan. Yine olmaklık و tirilmaklık Tengridin işbularını bilmaklık. اینها رو از تاندی بدون. زنده شدن و بودن رو olmak بودن، وجود. ol امرشه، باش، به وجود بیا. مثلا میگه burada ol یعنی اینجا باش، olmak. و tirilmak dirilmak زنده بودن، زنده شدن. البته dirilmak زنده شدن. Tengridin işbularını bilmaklık. اینها رو هم از اونها باید بدونی. این مصدره. işbular kim barın دیدی تانری. işbular kim barın دیدی تانری. bilgasın kim müfessel imandır. Bilgasın yani bilesen. Bilgasın kim müfessel imandır. Bu mefsel ki min dedim hali, min men. Bu mefsel ki ya müfessel ki min dedim hali leyk fil cümle bar dur icmali. همه اینها در کلمه میگه بار خالی میشه به طور چیز. شرحی birle barın beyan gılamın. Gılamın yani من انجام بدم، من قلمخ میکنم. bilmakan bulsangiz ayan gılayın یا gılamın. دوباره من این رو bilsen، ما این رو bulsangiz شما اینو به دست بیارید، عیان گلامن من اون رو راشکارش میکنم. حالا میگه اگه بدونید من اون رو بیشتر براتون توضیح میدم. حالا اونجا گفتیم اولقی، حالا اینجا میبینیم که البلغی نیستش، الغی هستش. الغی مؤمن با نین شرحی. حالا من فکر کنم بیش از 1 ساعته که بله 1 ساعت و 27 دقیقه است داریم اینجا میخونیم. البته امروز یه چند تا کتاب رو باز کردیم و گفتیم که به درد نمیخوایم بخونیم، نه اینکه به درد نمیخورن، نمیخوایم بخونیم. من برم اینجا این کتاب صفحه 50 یه مقدار از صفحه 50 بخونم. 51 شد. صفحه 51 یه مقدار ازش بخونم. یه نه هر کم نگود ایتار آناسو. یه نه هر کم نگود ایتار آناسو آنی bu نوعی مسلا بو. مثل چرمینه و یاغاچ و سگال. این چرمینه چی هستش نمیدونم، ولی ظاهرا که مثل چرمینه احتمالا همون چرم باشه، نمیدونم. یاغاچ و سگال که سگال، یاغاچ نمیدونم و چرمینه نمیدونم. اینجا مثل این که اینها یه چیزیه. هر نکیم سونگود ایتار بو مثال نفود ایتار
3 yuban, 3 grup ki pak bulur. 3 yuban، یابان احتمالاً یا گروپ، اینجا هر دوتا رو به کار برده. 3 یوبان، 3 گروپ که حالا کلمه گروپ نگاه کنید، این در چند صد سال پیش هم کاربرد داشته در دولت بابری. بذارید دولت بابری رو اینجا گوگل بکنیم که ببینیم بابری ها. ها رو گذاشتیم، ببخشید این ها ما رو میبره به فارسی. بذاریم دولت بابری که این رو بیشتر در موردش، دولت بابری، صفحه دولت بابری غیر موجوده، این غیر موجود هستش. پس میریم دوباره به گوگل و اینجا میذاریم دولت بابری. به دو مفهوم کلی اشاره ده. اولی به امپراتوری بابری که توسط ظهیرالدین محمد بابر تأسیس شد و دومی به دولت مرکزی در زمان تخریب مسجد بابری که به دولت تاریسمها راو معروف شد. تاراسیمها راو، این یه هندی هستش. پس امپراتوری بابری، این امپراتوری توسط ظهیرالدین محمد بابر در قرن 16 میلادی، حالا اینو محمد، من اینجا ظهیرالدین محمد بابر این رو اسمشو بذاریم بیشتر اینجا برای ما توضیح میده. دولت بابری، ظهیرالدین محمد بابر، بابر اونم باید باشه. ظهیرالدین محمد بابر به اردو، ظهیرالدین محمد بابر پادشاه غازی گورگانی. گورگان میتونیم که برمیگرده به فرزندان فکر میکنم مغول ها یا بخشی از ترک ها رو ببینیم. به هندی نوشته 1483 1530 در این مدت میزیسته این آدم. حالا چند سال پیش میشه؟ حدود 500 سال، 525 سال پیش، شاید 540 سال پیش میزیسته. الان ماشین حساب را اگه باز بکنیم 2025 هست، ازش چند بکنیم 1483 که تولدشه، البته 542 سال میشه. خب این حالا اینجا نوشته خودش به هجری قمری رو 903 از این آدم از 888 تا 937 در دنیا حضور داشته و بعدش بنیانگذار امپراتوری گورگانی هند بود که آخرین امپراتوری از دوران طلایی اسلامی به شمار می آید. نگاه کنید، بابر از طرف پدری پنجمین پشت از نوادگان امیر تیمور بود. درسته. او فرزند میرزا عمر شیخ، فرزند سلطان ابو سعید، فرزند میرزا محمد، فرزند میرانشاه، فرزند تیمور بوده است. وی از طرف مادری نیز نسبت به چنگیزخان مغول میرسد. حالا این بابری ها در هندوستان تا پایان این چیز باید وجود داشته باشه. از ازبکستان هم بوده. میگه بابر در اندیجان در دره فرغانه، امروز بخشی از ازبکستان است، متولد شد. پدرش عمر شیخ میرزا از سال 1456 تا 1494 میلادی حاکم فرغانه بود. بابر پس از مرگ پدرش در سن 12 سالگی به تاج و تخت فرغانه به مرکزی اخسیکید رسید و با شورش‌هایی در ابتدای سلطنت روبرو شد. او 2 سال بعد سمرقند را فتح کرد، اما به زودی فرغانه را از دست داد. در تلاش ناموفقش برای فتح فرغانه، سمرقند را نیز از دست داد. در سال 1501 نگاه کنید، حالا دیگه از اینجا تلاش‌ها برای فتح هر دو منطقه هنگام شکست از شکیب خان بی نتیجه ماند. در سال 1504 میلادی او کابل را که تحت حکومت ظاهری عبدالرزاق میرزا و وارث نوزاد الغ بیک دوم بود
فتح کرد دیگه. حالا دیگه از اینجا به بعد رو بذاریم که میرسه به اینجا که هندوستان رو هم تسخیر میکنه و تبدیلش میکنه به حاکمیت اینها. پس اینم از این. حالا از اینجا ما چی شد؟ بابر. ما این کتاب در دوره بابری ها نوشته شده، یعنی در همون سالها نوشته شده و در هندوستان. حالا ما هندوستان رو هم یه بخشیشو نباید تقدیم هندی ها یا تقدیم چیزها بکنیم. کتاب قدیمیه، حداقلش حدود 500 سال سابقه داره این کتاب. حالا ببینیم یه شعری یه جایی اسم شاه رو میاره، خیلی جالب میشه که بدونیم، ولی ما اون قسمت رو رد کردیم دیگه. 3 یوبان احتمالا یابان باشه به معنی غریبه. 3 یوبان 3 گروپ که پاک بلور مسئله بیلما کن هلاک برور. احتمالا این مسئله هستش. مسئله بیلمکان، اگر نفهمی مسئله رو هلاک بلور. بگورماغı kim که اول سوزغای ایت اول دور کی تامغای توزغای. yine misli kilim birle giyiz bar bulardın sigardın ol aciz. Bar bulmak ve sığmak. Sigardın ol aciz. Armaslar bilin ki bir soda. Armas yetişmemek diye. Armaslar bilin ki bir soda. Tunu kön bağlangız agar soda. یه مقدار اینجا به گل افتادم. علتش هم دوباره همینه که پریدیم اشعار رو. بریم صفحه 100. دوباره 101 شد. اول شعر رو اگه پیدا بکنیم، این شعر اول نداره انگار. از اینجا. حالا صفحه 103 اول شعر. نماز mefsedinin beyanı. Neçe içtin namaz olur fasid. Neçe içtin namaz olur fasid. İtayin örganır külür kakur sabit sat cesed görsat cesed. İtayin örganır ka görsat cesed. احتمالاً görse. Üzrsiz terk ferzdir müfsid. خواه سهو olsa خواه ایسه فاسد. قاصد احتمالاً. قصد یعنی قاصد قصد. اگولوغنی olsa تغییری. اگولوغ یعنی در خواندن نماز. اگولوغنی olsa تغییر، اون چیزی که خونده میشه درش تغییر باشه. بیل که مفسدین oldurur biri. آنچه تغییر بولسه مفسدی. هر چیزی که تغییر در نماز پیدا بکنه مفسد. kim مغیردا قالمسه معنی. حتی معنی هم تغییر بکنه. یا bu تغییر بولسه گر فاحش. حالا بیا خیلی هم فاحش باشه. فاحش فحوش هم از این کلمه فحش. حالا بریم دوباره به گوگل علیه السلام. فحش رو اینجا اگه ما بنویسیم، فحش الفحش هو ای بیان او فعل یسعی بشدة الى اخلاق ساعده او الفاظ نابیه
او بشکل آخر یشیر الى المحرمات غیر العائقه البغیضه، او به هر حال میگه یک فعل یا یک چیزی که اخلاق جاری رو چیز میکنه، مختل میکنه، ضدش هست. فاحش یه چیزی، پس فاحشه هم همینه، اون چیزی که اون عملی که حالا فاحشه، اینجا این فاحشه را اگه بنویسیم الفاحشه هی التي توجب الحد فی الدنیا والعذاب فی الاخره. حالا این همون کسی که اون قوانین رو فلان رو به هم میزنه، این رو میگه حالا ازش رد شیم. یا bu تغییر بولسه گر فاحش، فاحش خیلی آشکار، خیلی ضد اون. گوی نمازینگی ایلا باشن ایش یا باشتن ایش، یعنی نمازش رو بذار، یک کاری رو شروع کن. söz demak güp durur ger az durur. söz demak güp durur، احتمالاً küp اینجا به معنی، البته قبلا گفتیم این رو، یعنی همه، کامل. küp durur ger az durur، میگه حتی یه حرفی در دل نماز بزنی küp durur زیاده، ger az durur حتی یه کلمه هم، یه حرف هم باشه، ger az durur. bil ki ol mefsed namaz durur. اتسقه ger دسان جواب کست، حالا یک است اتسقه گر دسان جواب یک است، احتمالا یه چیزی نوشته، نمیتونم بخونم. یا سلام اولسه یا علیک اشید، اگه حالا عطسه باشه و نمیدونم چی باشه، یا سلام اولسه یا علیک اشید. جل، حالا دیگه بقیه‌شو بذاریم دیگه، بریم صفحه 203 شد دوباره. بذار ببینیم این اول شعر اینجا شروع میشه. حجدا bilgil که dört sünnet. حجدا bilgil که dört sünnet. dört اینجا dört همون dörde. tut kulak parça siğe itay at. muni afaki ilasun ma'lum sünnet oldu ana tavaf قدوم قدم، البته به معنی قدیم هم میتونه باشه. قدیم و قدم و اینها از یک کلمه ساخته شده، از همین که راه میرید، پا. مکقه گبر کاج، احتمالا گیر باشه یا گبر، من اینجا کبر میخونم. مکقه کبر کاج اق تواف قلند، احتمالا گیر باشه. مکقه گیر کاج اق احتمالا اخ، یعنی چند بار. کاج اق تواف قلند bu dağı بیتی توف بلدی بلینگ. احتمالا اینو من دارم اینجوری میخونم ولی به نظر میاد که حتی بلینگ باشه. بله بلینگ باید باشه. بلینگ یعنی بفهمید، بدانید. bu عمل gayesi dur min itayil. bu عمل gayesi dur min itayil تیبرات. دیگه بعضی از کلماتش رو اصلا نمیفهمم واقعا. کتاب ترکیه، بریم صفحه آخر و تاریخ رو خونده بودیم، تاریخ نداشت، توضیحاتی در رابطه با چیز داده بود، اما اوتماقنان مثلا نگاه کنید بعضی از چیزها رو چبلاق جمع تمام. حالا اینجا باید این لغت ها رو میخوندیم تا میتونستیم این رو
کامل بفهمیم. 5 صفحه 1 2 3 4 صفحه لغتنامه داشته خودش که باید برای خواندن این میتونستیم این رو چیز بگم. بذار ببینیم این آخرش یه چیزی حج üçüncüsüdür kulak salgıl iş bu ikisinin mürekkep bil bu ibadetin olsan aciz naib etsan kişi bar caiz bilasın bilgasın acz haddini mübecir بخر احتمالا مبخه بیلگاسن عجز حدینی اینجا 3 تا نقطه داره مبخه این نمیدونم مبخه یعنی چی bir devam olsa azm olupca احتمالا این منچه هستش بیلانسن از حدینی منچه به این مقدار یعنی منچه این باید به این شکل باشه bir devam olsa بر دوام olsa azm olkunca تا utası haccinin üçün naib utasa utmak احتمالاً tutmak به معنی utasa tuta حجسinin üçün نایب حالا براش اگه نمیتونه بره عجز داره براش نایب بگیره به جای اون بره حج معمولا این کارو میکنن bir taraf bulsa عجز بیل اشتب حالا این اشتب چی هستش نمیدونم iş bu hac bilgasın hesap irmas çaresi bar durur iade و bes hac farz olsa buyusunluk kıl hac farz olsa buyusunluk kıl این buyusunluk نمیدونم یعنی چی نقلدا بارور inabet bil ki naib menub üçün niyet bil ki naib menub üçün niyet ilasun haccutar da ol farzet farz kelime farz رو ساخته naib etse cenabeti ol an bulsa ol gılgan işi mucibi gan üzidin naib etse anda budem bil gran gani yo temettü hem bil gran این گانی چی میشه اینجا نمیدونم گانماخ bil gran gani و تمتع هم لیکن احضار گاینی آمیر اینجا یه چیزی نوشته که گانینی احتمالا باشه لیکن احضار قانونی آمر birmas iş bu gan محضر حجنی فاسد گر ilase ma'mur nefege her ani algan irise birdur یا احتمالا یه چیزی دیگه کتاب تمام شد اینجا فقط ما با این مواجه شدیم که تمام بولدی و نکاتی bu risale tukati bu risale şerife المسمى به مبین حضرت بابر پادشاه قلندر حالا بابر پادشاه دیگه خودش اینجا اسمشو بنویسیم ببینیم چی هستش بابر پادشاه قلندرنین حالا احتمالا بابر پادشاه قلندر بنویسیم این دیگه بابر شاه قلندر ببینیم آیا یه چیزی ازش در میاد
چی شد اینجا؟ بابر پادشاه قلندر تصنیف لاری خود، حالا ظاهرا خود این انسان شریف نوشته بوده. بابر پادشاه قلندر، احتمالا این دولت بابری بابر پادشاه قلندر، همین خود ظهیرالدین رو میگه، ظهیرالدین محمد بابر، خود این شاه این کتاب رو نوشته دیگه. حضرت بابر پادشاه قلندرینین تصنیفلاری دین حسب الحکم شرافت سحری، احتمالا سپهری باشه، ولی من حالا اینجا چون نقطه ها رو نمیبینم، شرافت سحری نین گویاشی و رفعت و مکرمت تنگزینین دریا اقیانوس در یکتایی مشفق و مربی غریبان فیاض زمان عبدالله بیگخان. حالا این عبدالله بیگخان سلمهم الله این چی هست؟ این عبدالله بیگخان کیه؟ بذار ببینیم این چی هستش. عبدالله بیگخان عبدالله بیگخان. منظور از عبدالله بیگخان می تواند یکی از شخصیت‌های تاریخی مختلف باشد، از جمله عبدالله بیگخان مصباح الدوله، شاعر و خوشنویس کرد دوره قاجار این نیست، یا عبدالله خان ازبک، آخرین خان شیبانی بخارا، یا عبدالله خان امین الدوله، صدر اعظم فتحعلی شاه قاجار. هر یک از این افراد به دلایل دوره‌های تاریخی نه، هیچ کدوم اینها نیست. احتمالاً این عبدالله بیگ مصباح الدوله، شاعر دوره قاجار، عبدالله خان ازبک، احتمالاً این باشه. حالا این هم نیست هیچ کدوم، به نظر میاد که هیچ کدوم نیست، برای اینکه این احتمالاً نویسنده کتاب هستش. میگه که فیاض زمان، البته یه جوری از این صحبت میکنه که این بابر پادشاه چیز هستش که فیاض زمان و عبدالله بیگخان سلمهم الله الرحمن کمینه گمنام. حالا این نویسنده، خود این کسی که نسخه رو نوشته، ملا محمد مشتاقنین سنوق قلمی دین اختتام صورتی تابدی الحمدلله رب العالمین اللهم اغفر لصاحبی و لکاتبه و لناظره به محض کرمی که یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین تمه. اینجا تاریخی براش نتونستیم پیدا بکنیم، ولی چیزی که مشخصه اینه که من احتمالم اینه، حالا از این چیزی که اینجا خوندم احتمالی که میدم اینه که این کتاب از مجموعه کتاب‌هایی هستش که در دوره این پادشاه بابر نوشته شده و احتمالاً به حسب فرمان ایشون یا یک کسی دیگری به نام عبدالله بیگخان این کتاب دوباره نویسی شده و نویسنده این، یعنی نسخه بردار این، هم محمد مشتاق هستش. من اینجوری فکر میکنم. حالا چی هست این رو دوستانی که بیشتر کار کردن میتونن بفهمن. به این ترتیب رسیدیم به آخر برنامه امروز. به هر حال سختی هایی در خوندن این کتاب داشتیم، هم به خاطر اینکه شعر هستش، نثر نیست،
هم به خاطر خطش و هم به خاطر اینکه بعضی کلمات رو نتونستیم نقطه ها و دندان‌ها رو تشخیص بدیم. و اصل مسئله اینه که به خاطر اینکه در زبان ترکی آموزش ندیدم. دولتی به نام دولت ایران و جهانی به نام جهان جهل، حاکمان جهل اجازه ندادن ترک ها در دنیای ترک با تاریخ خودشون، با زبان تمدن خودشون، با تمدن فکری، با تمدن مکتوب، با تمدن اخلاقی، با تمدن فلسفی، با تمدن عرفانی، با تمدن دینی، با تمدن شهرسازی و مدنیت خودشون آشنا بشن. بریده شدیم و من در زبان فارسی که زبان من نیست، زبان اجبار و زور هست، آموزش دیدم تا امروز، ولی در زبان مادری خودم، در زبان تاریخی خودم، در تمدن خودم هیچ زندگی نکردم و نزیستم. در نتیجه خب خیلی سخته که بتونیم بعضی از کلمات رو بخونیم. من در کل شاید 8 سال یا 9 سال در روستا بودم، هرچی یاد گرفتم الان بر اساس اون دارم این کتاب رو میخونم، در حالی که این کتاب یک لهجه دیگری از ترکی هستش و مال 500 سال پیشه، 540 سال پیشه احتمالا این کتاب. یعنی اگر ظهیرالدین نوشته باشه، ظهیرالدین بابری نوشته باشه، حالا من اون رو چیکار کردم نمیدونم، اگر ظهیرالدین نوشته باشه که دیگه به حداقل ظهیرالدین بابل، بله، اگر ایشون نوشته باشه که دیگه چیز میکنه، برجوع الى کابل بعد رجوعه الى کابل ولی ولا بابر وجه صوب الهندوستان بعد ما استنجد به فریق من کبار الامراء من بینهم دولت خان اللودهی و علاءالدین علم خان و فلان. حالا اینها بهش میپیوندن و اینجا البته ظاهرا دولت چیز رو، جالبه، دولت بابری، بذارید اینجا ببینیم این دولت بابری رو چی میاره. مرحبا بک بعد تعدیل بدل الى محرک مرحبا بک فی ویکی‌پدیا. اوکی، حالا اینو نمیذاره بریم. دولت بابر رو اینجا افرادش رو داره نشون میده، حداقل اینجا ما 3 نفرش رو داریم میبینیم. اینجا نگاه کنید، از سلطان الاعظم بر خاقان المکرم ظهیرالدین محمد بابر پادشاه، غازی بن عمرو شیخ ابن ابی سعید ابن محمد ابن میرانشاه ابن تیمور الگرگانی و هو وریث و عمرو شیخ میرزا علی اشعرش فرغانه مؤسس و سلسله المغول الهندیه. اینجا گفته که مغول هندی هستش که در اونجا هستش و هو کذالک مؤسس سلاله مغول الهند التیموریه التي حکمت شبه القاره الهندیه طیلة 300 عام. 300 سال 300 ایل در هندوستان این خانواده حکمرانی کرده. متاسفانه می‌بینید که فقط اسم 3 تاشون هست اینجا. ابوالقاسم بابر ابن بایسنگر هم خیلی معروف از نظر ادبی و کتاب‌هایی که در اون دوره ایشون نوشته شده. نهر جیهون هو الحدود بقا هذا ساریا حتی موت بابر فی 1457 هم این مرحوم شده و قد حالا دیگه از اینها بگذریم. این کتاب که امروز خواندیم به لهجه جغتای و اون هم در هندوستان نوشته شده، یعنی هندوستان امروزی، که البته ظاهراً باید این قسمت هایی که به خصوص قسمت هایی که اردو زبان هستند و مسلمان، اینها طرفداران بابر بودند و هستند احتمالاً و هم متحدان اون بودند که امروزه در 3 کشور فکر میکنم تقسیم شده. یه مقداری در هندوستان هستن، یه مقداری در بنگلادش و یه مقداری در پاکستان. البته
افغانستان رو هم نباید فراموش بکنیم. اینها جزو یک چیز هستن، یه منطقه هستن. خب به این ترتیب ما این کتاب هایی که از یک کتابخانه دانلود کرده بودیم تموم شد. در جلسه بعدی من تلاش میکنم کتاب های جدیدی رو از آذربایجان کتابخانه دانلود بکنم. شاید هم بریم توروز. توروز هم وبسایت جالبی هستش دوستان. بذارید ببینم اینجا من چرا رفتم اینجا. این رو توروز رو بریم اینجا پیدا بکنیم. حالا باید انگلیسی رو بنویسیم. یادم نیستش که این tourouse.com بود. توروز، بله اومد. اینو من قبلا کار کرده بودم، اومده اینجا. این توروز هم جالب هستش و الیازما کتابلار احتمالا اینجا ما بتونیم، کجا بود اون الیازما کتابلار، بتونیم پیدا بکنیم. Türküş, Türkçe, İngilizce, Azerbaycanca, Farsi. Hakkımızda makaleler, toplusu, pitikler. حالا اینجا میاد کتاب ها رو میبینید. شهریار، سوزلوک، لغتنامه، ترکولوژی، این جالب، زبان، میفولوژی، فلسفه، دده گورگود، شعر، فولکلور، الیازلار. حالا ما اینجا باید بریم. الیازلار، البته اینجا میبینید بقیه اینجا رو هم. الیازلار، آتاlar sözü, bayatı, çistan, uşaq, gülmece, noha, موسیقی، هر kapıdan، el bilim dergisi، اینم یه مجله هستش. شکل، اینجا هم عکس‌ها هستش. حالا این قسمت رو اگه نگاه بکنید خیلی جالب شده. این از وقتی که من به این سایت سر نزدم خیلی جالب شده. من اینجا حالا دوستان سری بعد که بیایم اینجا، بذارید اینجا رو هم همینجوری اینجا یه توروز هم اضافه بکنیم. توروز که دیگه برای ما بمونه. خب الیازمالار اینجا خیلی باهاش روبرو میشیم. من اینجا شماره گذاری هم کرده، اینجا نگاه کنید. من دارم شماره ها رو هم در سمت چیز میبینم. اینجا فعلا تا 130 150 180 204 تا کتاب، حالا 204 تا نگیم، اینجا یه ویدیو هستش، ولی 203 تا کتاب رو اینجا گذاشته احتمالاً که ما میتونیم این کتاب های دستنویس رو بخونیم. مثلا میگم Türkçe şiir yığması الیازما، مثلا این یه کتابیه که بریم ببینیم حالا اینجا چی هست، چه شکلی نشون میده. فقط اینجا یه لحظه این شکل PDF هستش. خب میبینید احتمالاً بهتر از بقیه هستش. حالا نمیدونم، شاید اینترنت من ضعیفه، شاید اون سرور ضعیفه، ولی این کتاب داره PDF میشه، به شکل PDF هستش، داره دانلود میشه. یعنی خیلی سنگینه حجم چیز، ولی به نظرم به خاطر حجمش نیست، شاید به خاطر سرعت سرور یا وبسایت. خود وبسایت هم ممکنه باشه، سرعت سرور باشه. اینجا یک کتاب دیدم سلطان، حالا بخش فلسفی هم داره احتمالاً. Türkçe چونگ الیازما، این Türkçe چونگ یعنی چی؟ بذار ببینیم این چی میشه. هنوز اون داره دانلود میکنه. این رو هم زدیم دانلود بکنه. اینا خیلی یواش داره میاد. حالا به هر حال ممکنه که به این کتاب هم سر بزنیم، ببینیم که به این وبسایت هم سر بزنیم. این کتابخانه که اسمش توروز هستش، یک کتابخانه ترکی. یکی از دوستان بسیار فهیم و عاقل و کوشا و زحمتکشی که یه سرمایه سنگینی رو از عمرش اختصاص داده به این کتاب خانه آنلاین
که در زبان فارسی، آذربایجانی یعنی به لهجه ترکی آذربایجان، انگلیسی، ترکی به الفبای ترکی عربی و ترکیش به ترکی احتمالاً استانبولی، این کتاب ها رو به این زبان ها میتونید در این سایت کار بکنید. این کار زیبایی که داره اینجا انجام میگیره. امیدوارم این کتاب حالا به آخر برسه دانلودش و بتونیم ببینیم. تمام شد. بله سخت بوده که این کتاب رو دانلود بکنه. Chrome makes PDF better. خب بذار ببینیم چی کار میکنید. اینجا عکس هایی که از این کتاب میبینیم جداگانه گرفته شده، تک تک هستش. حالا این رو باید جداگانه، احتمالاً این نمیدونم یک کتابه یا مجموعه کتاب هاست، این هم مسئله است. احتمالاً مجموعه اشعار شعراست که مثلا در همین تعدادی که الان اینجا میبینیم، بذار ببینیم چند تاست. احتمال میدم حالا اینجا 48 تا مثلا کتاب باشه، احتمال میدم، نمیدونم که اینجوری باشه یا اینکه نگاه کنید یا اینکه یک صفحه ها اینجوری باشه. خیلی این کار بسیار جالبی هستش که حالا بذار ببینیم یک صفحه رو زدیم، اگه دانلود بکنه این صفحه رو خیلی عالی میشه. من هنوز از این سر در نیاوردم که این سایت چی کار داره میکنه. البته در اینجا میبینیم که این صفحه رو احتمالا یک کتاب هست، پس اینجوری که دارم میبینم این صفحاتش باشه، اینم یک صفحه از اون باشه که اومده کتاب رو باز کرده و ازش عکس گرفته، که اصلا اگر تمامی صفحه ها اینجوری باشه ارزش مطالعاتیش فقط به این هستش که بریم تو کتابخانه ببینیم، وگرنه کتاب رو باز کرده به جای اینکه افقی عکس بگیره خوابونده زمین یه جور خاصی عکس گرفته. جالبه. دستشون درد نکنه هر کسی، هر کتابخانه‌ای که این کار رو کرده. ولی خب به هر حال بگذاریم. این هم یک کتابخانه هستش که میتونید ازش استفاده بکنید. به امید دیدار. الله یارتون. الحمدلله رب العالمین که به من این فرصت رو داد، یه عمر دیگری در یک روز دیگری با یک کتاب دیگری زندگی رو آغاز کردیم و زیستیم و داریم زندگی میکنیم. امیدواریم که عمر بیشتری بده تا بتونیم از این دریای تمدن ترکی لذت ببریم، آشنا بشیم، باهاش زندگی